خودت نمیاری، خودت تنها میای. ما داریم برای شما تولد میگیم، دوستات هم هستن، نگران نباش. حالا اگر ما نگفتیم آقا زنگ بزن امیر حسین از کرمانشاه بیاد، دلیل نیست که امیر حسین مثلا آدم تخمیه. خب آقا جاش اونجا نبوده. آقا مثلا زنگ بزن چه میدونم گرشا بیاد، زنگ بزن مهیاری بیاد، زنگ بزن فلان کن بسار کن اینجوری کن، جاش اونجا نبوده. خب ببین رضا رو مثلا رضا اصلا اولین بار پنجشنبه اومد پیش ما. خب اوکی بود، بهش خوش گذشت فلان، ولی اصلا من تا یه رو به اول شاکت شدن رضا رو میدیدم. خب بالاخره آقا هر چیزی یه اولین باری وجود داره دیگه. خب که شما مثلا بیای توی یه فضایی قرار بگیری، خب بتونی راحت باشی، بدونی اصلا کجا رو نگاه کنی، بدونی با کی دست بدی، بدونی کیو بغل کنی، بدونی چی جوری رسیدگی کنی. خب اگر شما توی مجموعه ای حضور نداری، خب اگر شما مورد رفت آمد با یک سری از بچه ها قرار نمی، معاشرت باهاتون محدوده، دلیل نیست که ما باهاتون دشمنیم. آقا شما جاتون اونجا نیست. متوجه؟ آقا سروش به من میگه آقا من دارم کار میکنم زحمت میکشم، ما هم همینطور میخوایم نتیجه مثلا زحمت یک هفتمونو آخر هفته برداریم اشغال کنیم. اشغال ما چیه؟ حالا میخوایم بگید ما آدمای لاشی هستیم، ما آدمای چه میدونم فلانی. اشغال ما اینه که دو تا دختر رو بیاریم، چه تومس پاره بگیریم، اینا رو یه جوری بکنیم صبح نتونن از جاشون باشن، ما اینطوری بهمون خوش میگذره. خب با پولی هم که خودمون داریم زحمت میکشیم در میاریم داریم این کارو میکنیم. خب اگر شما تو جمع ما نیستی، برو خودت پول در بیار زحمت بکش، یا برو به پدرت بگو آقا چرا کم گذاشتی، مثلا از پدر سروش چرا کمتر گذاشتی، از پدر سیدعلی چرا کمتر گذاشتی که الان اینجوری بشه. خب برو گلایه کن آقا، بگو آقا چرا کم کاری کردی. خب بهش بگو دوباره تو این سن و سال بره تلاش کنه، زحمت بکشه، خودت هم تلاش کن، یه مایه جور کنید بشین اشغال کنید. اینقدر به بقیه چه میدونم آی ما چرا شما فلان اونجا نبودی. آقا ما کجا تعهد دادیم، ما کجا یه قراردادی رو امضا کردیم، مباین نامه رو امضا کردیم که حتما باید همه رو بشونیم سر سفره بگیم بفرما یا علی. زشته دیگه. بعد وقتی میای ریاکشن نشون میدی، وقتی میای ریاکشن نشون میدی، خب یعنی چی؟ یعنی آقا من نسبت به این قضیه ضعیفم، من نسبت به این قضیه مشکل دارم. وقتی آدم ریاکشن نشون میده یعنی اینکه آقا من سر این قضیه دارم میلرزم، خب دارم ناخون خودم رو میخورم. این قضیه بعد طرفت میاد بیشتر از این قضیه استفاده میکنه. سلام سید علی. چطور همیرسان خوبی؟ خوبی؟ آموزنده بود. قربونت برم محمد جون. خوش دست اومدی. در نکنه سیدالی بابت توضیحات کاملت. قربونت برم نمیشه. علی میدونی مشکل چیه؟ جان. صدا من میاد؟ آره عزیزم. اینا یه سری آدم داداش تو دنیای واقعی تا قبل از کلاب هاست آرزوشون این بوده که یه دختر بهشون نگاه کنه حتی. خب ام. الان اومدن اینجا مثلا با یه عکس فیک مثلا 4 تا دختر دورت بگردم و 4 تا پسر داداشمی و خواهرمی و اینو ریموو کن گنده شدن، ام. دست و پاشون رو گم کردن و از سلام نامه شد تمام. بعد داداش تو یه بیا بار به من تو خودت یه رومی نگاه بودم کن. علی. خودت ام. نگاه کن. بذار من اینو بگم. یه بار تو یه رومی بودم، این کیه این آقای هیگ هوک هیک هوک، بیارینش بالا ببینم این کیه. رفتم بالا گفتم جانم. گفت سلامت کو. گفتم داداش یکم مؤدب باش فلان. گفت من اینجا روم 200 نفری بالا میارم. گفتم داداش من تو خونمون 200 نفر آدم دعوت میکنم، واسه من گزگوز نکن. و رفتم. هنوز داره از اون قضیه یارو میسوزه. یعنی اینا تو اینو داداش واقعا یارو آخه خب باور کرده میگم یارو واقعا تو چیزی کلاباس نداره. گنده بعد است. بعد میدونی یه سری آدم، یه سری مثلا آدم به درد نخور، یه سری آدم یوزلس واقعا. خب تو میری مثلا یه جا میگی آقا فلانی که تو این جمع فلان حرف و زد، مثلا چه میدونم دومین وارد صادر کننده فرش دستواف ایران بود، رید به من یارو. خب
یارو چه میدونم سومین مثلا وارد کننده شکر ایران بود، مثلا یارو رید به من. خب